اوکراین بار دیگر به انبارهای شرکت تجارت آنلاین ولدبریز در شهرهای نوینامیسک و کراساداری روسیه حمله کرده است. پایه‌گذار و رئیس شرکت تاتیانا کیم ابراز داشت که بر اثر حمله های روز 22 ایول چند نفر جراحت برداشتند. هفته گذشته در نتیجه حمله ها به انبارهای ولدبریز در شهرهای مسکو و تامبوو روسیه کمش 7 نفر به هلاکت رسیده، 24 کس دیگر زخم برداشته بودند. به نوشته خبرگزاری ریترز، تفسیر حمله ها از آن شهادت می‌دهد که اوکراین استفاده درون یا پهپادهای دورپرواز را برای تخریب شبکه‌های اکمولوژی روسیه به کار برده، می‌خواهد به این وسیله مسکو را به صلح وادار کند. رئیس ولدبریز در شبکه تلگرام نوشته است که کارگران را از انبار به جای امن انتقال دادند، ولی هنگام حمله چند تن جراحت برداشته است. رئیس ولایت کراسادار ونیامین کاندراتیف تاکید کرده است که اثنای حمله درون‌ها به انبار ولدبریز در کراسادار 10 کس زخم برداشتند. طبق معلومات رئیس ولایت استاوروپول ولادیمیر ولادیمیروف، بر اثر حمله بی‌سرنشین‌ها به انبارهای ولدبریز در شهر نوینامیسک 5 کس مجروح شدند. خبرگزاری‌های روسیه همچنان گزارش می‌دهند که پهپادها انبار مواد سوخت در شهر ارماویر کراسادار را مورد آتش قرار دادند. در نتیجه سوختار این کارخانه 1 نفر به هلاکت رسیده است. پاره‌های پهپادهای محو گردیده به بالای چند منزل زیست در کراسادار افتادند. در پی حمله‌های پهپادی اوکراین در شب 17 به 18 ایول به انبارهای شرکت تجارت الکترونی ولدبریز در ولایت‌های مسکو و تامبوو 8 نفر جان باختند. تا هنوز شرکت ولدبریز درباره مقیاس ضرر از حمله‌های اوکراین معلومات نشر نکرده است.